ای کاش یه معلم پیدا میشد این نکته هایی که میخوام بهتون بگم رو بهمون میگفت که اگر کسی قرار بودش این کارت رو بگیره بدونه که باید چه چیزهایی رو رعایت بکنه، چه خوبی و بدیهایی داره. ادامه این ویدیو رو با من دنبال بکنید که میخوام در رابطه با مستر کارت گلد با شما صحبت کنم و کردیت ها توی کشور آلمان، که اصلا کردیت در خارج از کشور ایران به چه صورت داده میشه، چه جوری میتونید درخواستش رو بدید، چه خوبی ها و چه بدیهایی داره. و اینکه اگه همراه ویدیو منم باشید 80 یورو برای کسایی که برای اولین بار دارن درخواست میدن تا پایان سال 2025 اگر ثبت نامشون انجام بشه و یک خرید بعد از اینکه کارتشون اومد انجام بدن واریز میشه. این مبلغ به منم داده میشه اما به شما هم داده میشه و خوبیش هم اینه که اگر این رو داشته باشید از کد منم استفاده بکنید که توی لینکش توی بیو هستش، این پایین توی کپشن هم میذارم. از خدمات مشاوره‌ای مادام العمر در رابطه با این سوالایی که در رابطه با این دارید میتونید بهره مند بشید. من خودم کوچتون هستم. بریم ادامه ویدیو رو دنبال کنیم، بهتون بگم چجوری درخواست بدید و این داستانا. من امین پیش هستم، خیلی خوشحال میشم اگر کانال رو ساب بکنید و همراه بنده باشید. نکته های قشنگی رو میذارم که به درد بخورتون بشه. این ویدیو شامل چند تا بخشه که الان توضیح میدم سریع. اگر دوست داشتید حالا اینا رو ندونید بزنید جلو که اون قسمت اصلی رو پیدا بکنید. اولین بخشش رو در رابطه با چه کسایی واجد شرایط این هستن که این رو بگیرن صحبت میکنیم و مزایاش رو که جون من رو خیلی جاها نجات داده و خیلی من باهاش کار انجام میدم. بخش دوم در رابطه با معایبش و مشکلایی که حالا واسه کاربرا پیش میاد معمولا توضیح میدم. و بخش سومش هم این که چجوری رجیستر کنید، ثبت نامتون رو انجام بدید و کارت رو دریافت کنید. ظرف یه هفته کارت واسه شما میاد تقریبا. کارتش به این صورته توی یه روز مشخص. و اینکه پینش هم خیلی مهمه بچه‌ها، نگاه کنید. این پینیه که واسه شما ارسال میشه و باید بدونید که این رو نباید خط خطی بکنید. خیلی مهمه، اینو خط خطی بکنید خراب میشه. این رو باید یه کاغذ نازکه که از رو باید برداشته بشه. خب اون قسمت زرد رنگ رو میبینید، اون رو باید بگیرید و جدا کنید. بعد یه دونه پلاستیک میاد دستتون، اون رو توی آینه نگاه کنید یا توی نور نگاه بکنید، یه عدد 4 رقمیه که اون پین کارت شماست. ثبت نامتون که انجام شد یادتون باشه حتما خریدتون رو باید تا آخر امسال انجام بدید. یه خرید، نه برو لیدل خرید بکن، برو روه خرید بکن، آنلاین خرید بکن، هر جا. حالا اگر کنتاکلوس استفاده بکنید، یعنی این کارت این خطی ها که میبینید این یعنی به صورت کنتاکلوس، یعنی بدون اینکه تماس داشته باشه میتونید بذارید روی دستگاه و پرداختتون رو انجام میده. اما اگر خواستید رقم بالای 150 یورو خرید بکنید باید حتما کارت رو داخل بکنید یا اگرم نگه بدارید از شما پین میخواد که پینش رو میزنید. این پین رو بعدش هم حالا میتونید تغییرش هم بدید پینتون رو. اینم از این. بریم سراغ ادامه ویدیو. کسایی که واجد شرایط این کارت هستن و میتونن بگیرن، کسایی که توی آلمان هستن، بالای 18 سال باشن، اقامت حداقل 1 ساله، یا حالا کسایی که پناهنده هستن قبولی داشته باشن، کار بکنید. حالا کسایی هم که دانشجو هستن هم میتونن این کار رو انجام بدن، ولی من توصیه نمی کنم کسایی که کار ندارن این کارت رو بگیرن که حالا تو بخش بعدی از بدیاش میگم. این کارت تا سقف 6000 یورو به شما کردیت میده. کردیت یعنی همون وام های بانکی که تو ایران بودش، میرفتید میگفتید وام قرض الحسنه میخوام بلا عوض، بعد 2 تا زامه میآوردی، نمیدونم دم اینو میدیدی زیر میزی به اون میدادی،
انقدرشو کم میکردن، انقدرشو فلان میکردن، آخرش مثلا یه چوسه بهت میدادن. خب این دقیقا همونه، اما توی خارج از کشور اسمش کردیت هست. هر انسان میتونه تقریبا تا 10,000 یورو کردیت منفی داشته باشه. وقتی که شما این کارت رو میگیرید، تو مرحله اول شاید 200 یورو توش اعتبار داشته باشه، شاید 1000 یورو، و وقتی که باهاش کار بکنید تا سقف 6000 یورو واسه شما افزایش داده میشه کردیتتون و میتونید همش رو استفاده کنید. حالا میگید سودش کجاست؟ خب آفرین، وقتی که شما این کارت رو میگیرید میتونید این پورتایلاشه نکنید کل دنیا میتونید پرداخت کنید باهاش، در صورتی که با کارت اشبارکاسه اگر مستر کارت نباشه و کارت معمولی باشه، پس انداز باشه، نمیتونید خارج از آلمان پولتون رو برداشت کنید، جابجا کنید یا خرید بکنید باهاش. باید حتما حساب اشبارکاستون فرق بکنه، ولی با این میتونید شما همه جا پرداخت بکنید، حتی پول نقد بگیرید. این از همه چیز مهمتره. و حتی اگه خریدم بکنید بدون سود میتونید برش گردونید. حالا اینکه چه جوری و چه داستانیه بهتون میگم. اینجا رو نگاه کنید، خودش نوشته، گفته تا 7 وخه، یعنی 7 هفته سینس خواهی هستش. یعنی شما الان اگه پول ازش خرید بکنید، برید مثلا یه گوشی موبایل بخرید، خب و این راز چیزم هست، راز تمام کسایی که میان آلمان و سری میرن گوشی میخرن، لپتاپ میخرن، فلان میخرن، علم میخرن، رازش تو دستای منه. یه کردیت کارت میگیرن، خودشون میبرن زیر قرض، میدید؟ بعد قرض رو به این میدن. شما میتونید حالا تا 7 هفته قرض بگیرید، بدون سود بهش برگردونید، یعنی 6000 یورو مثلا ازش میگیرید، بعد از 6 هفته و 6 روز همون پول رو جیرینگ میزنید به کارت مستر کارتتون. حالا اونم بهتون میگم چه جوری. و هیچ سودی نمیدید، یعنی 6000 تا گرفتید، 6000 تا بهش پس میدید. اما اگر بخواید بذار پورتال بعدیش هم بهتون بگم، زیشا و بکویمه، یعنی خیلی مطمئن و امن هستش. امنیتش چیه؟ این کارت وقتی که سفارش دادید و گرفتید، خیلی شیک و مدرسی، یه اپلیکیشن توی چیزتون هست، میتونید انجام بدید نصبش رو. این ادونسیا رو میبینید واسه اندروید، آیفون، نرم افزارش رو نصب میکنید، میزان کردیتتون داخلش نوشته میشه، کجا خرید کردید، پرداخت کردید نوشته میشه. حتی اگه پینتون یادتون بره، توسط اثر انگشت گوشیتون یا پترن گوشیتون میتونید باز دوباره رمزتون رو داخل خود اپلیکیشن ببینید، که اگر دوست داشتید میتونید کامنت کنید، من واسهتون آموزش نرم افزارش هم بذارم، فقط بنویسید آموزش. بعد وقتی که خرید میخواید بکنید، مخصوصا اینترنتی، اگر مثلا اطلاعات شما سرقت رفته باشه، مثلا الان میگی امین تو چقدر راحت کارت تو جلو دوربین میگیرن، پکت میکنن، چکت میکنن، خود باید بهتون بگم که نمیتونید این کار بکنید. چرا؟ چون یه بهش میگن رمز دو عاملی، اتنتیکیشن دوم. وقتی که شما یه خریدی رو میخواید توی چیز انجام بدید، اطلاعات کارت من رو تمامش رو داشته باشید هم نمیتونید. چرا؟ چون تو نرم افزار به من اطلاع میده که آیا شما هستید که میخواید مثلا از فلان جا انقدر مبلغ خرید بکنید، که اگر من متوجه بشم بلافاصله آپگلینکش میکنم، یعنی تاییدش نمیکنم، یعنی نمیذارم پرداخت انجام بشه و آقای هکر پکر میمونه و حوزش اون ممه رو لولو خورد. آره این از این. کل دنیا میتونید پرداخت بکنید، کنتاکت به غیر از ایران و افغانستان فکر کنم. افغانستان هم فکر کنم بشه، اما ایران نمیشه. کنتاکتلوس بتسل، اونم که بدون اینکه چیز داشته باشید، میتونید هم به گوگل پیتون هم وصل بکنید، به گارمین پی،
به اپل پی، به پی پی، همه چی میتونید وصلش بکنید. این از این. و اما بریم سراغ این. گفتی همش خوبی بودش که چقدر حال میده، بریم بگیریم. اما خواهش میکنم این نکته رو خیلی سریعتر و با دقت بیشتری گوش بدید، چون نمیخوام آسیب ببینید شما. همونطور که بهتون گفتم 80 یورو پول نقد به شما میده اگر این کارت رو سفارش بدید و از طریق کد من که اینجا هم میاد یا لینکی که توی کپشن هستش یا توی بیو اینستاگرام هم هستش درخواست بدید، این 80 یورو به شما میده. اگر خودتون بخواید برید درخواست بدید این پول رو به شما نمیده. خب اما خب گفتم اگر لطف کنید و از این لینک وارد بشید، چون هم برای من مزایا داره و 80 یورو هم واسه شما مزایا داره، من میتونم مشاور شما بشم و اگه سوالی بعداً داشتید در رابطه با این کارت با کمال میل انجام بدم، چون اسمای شما واسه من میادش که چه کسایی درخواست دادن. واسه همین حالا بریم سراغ بعدیاش. میگم این 80 یورو چیه که داستانش؟ مگه عاشق چه شبروه ما؟ نه، باید بهتون بگم که این 80 یورو رو به شما میده که شما عضوش بشید و فقط دنبال کیاس، دنبال آدمای بی پوله، کسایی که کار نمیکنن، بیکارن و از پس هزینه هاشون بر نمیان، همینجوری عادی و طمعکار هستن. آدمای طمعکار، آدمایی که مدیریت مالی ندارن و آدمایی که حساب کتاب نداره اصلا زندگیشون. خب مثلا تو خیابون راه میگه عجب باحال بخرم، این چقدر تخفیف خورده بخرم، نه آیفون هم 16 پرو حال نمیکنم، باید برم 17 پرو مکس 1 ترابایت نارنجی گلاس گلد اینا رو بخرم. خب آدمایی که بعضی وقتا خارج از نیازشون یه سری خریدهایی رو میکنن که بی خودی واسه خودشون هزینه میارن. حالا علتش چشم و همچشمیه یا هر چیزی هستش و دیگه اونو من بهش نمیپردازم، اون بحث روانشناسی میشه. ولی این جادوی این کار فقط اینه که یعنی این 80 یورو رو میده، بعد با شما چی کار میکنه؟ حالا وایسا بهت بگم چی کارت میکنه. اگر آگاه نباشی، من این آگاهی رو میخوام بهت بدم که آسیب نبینی. خیلی از بچه‌ها ضرر کردن. خب واسه همین از جون و دلم دوست ندارم تو نفر بعدیشون باشی. فکر کن این کارت رو گرفتی تو و 1000 یورو توش الان کردیت داری. اوکی، خیلی ساده مثال میزنم که متوجه بشی. 1000 یورو تو این کردیت داری. کردیت یعنی اعتباره، پولت نیست، پولی که تو بانک رفتی کار کردی نیستش. کردیت یعنی اعتباری که به تو میده و اگر پرداختش نکنی جریمه میدی. ولی الان میگی امین من 1000 یورو از این برداشتم، خب رفتم یه گوشی خریدم، میخوام پرداخت کنم. بعد از اون 7 هفته واسه تو یه ایمیل میاد. توی ایمیل یه دونه شماره حسابم هست که میگه آقا بعد از 7 هفته میگه شما مبلغ 1000 یورو از ما گرفتی، سودش 15% ماهانه، ببخشید 1.5% ماهانه، تقریبا 19% سالانه است. سود بالایی داره میگیره تقریبا. که 1000 یورو رو باید 1015 یورو ماه بعدی پرداخت کنی. آقای فیش، دوست داری این کار رو انجام بدی؟ میگی آره. میگی پس اولین قسط تو بده. اولین قسط 1000 یوروی شما میگه حداقل 30 یورو باید به من بدی. میگی چه باحال شد، یعنی من 1000 یورو گرفتم 30 یورو باید به تو بدم؟ بابا چیزی نیستش که. گفتم بهتون دنبال اون کسی میگرده که درآمد پایین اما سطح توقعش از زندگی بسیار بالاست. حالا علت شخصیشو نمیدونم. واسه همین 30 یورو رو پرداخت میکنی. ماه بعد خب از 1000 یورو 30 یورو کم نمیشه که
15 یورو کم میشه، یعنی میشه 985 یورو. خب بعد میگه آقای فیش این ماه هم نداری 985 یورو رو بدی؟ اشکال نداره که 30 یورو دیگه به من بده حداقل. میتونی هم همه رو تصفیه کنی ها که دیگه سود ندی، ولی این بازی روانی رو با تو انجام میده و تو هی 30 یورو 30 یورو 30 یورو میدی. بعد از یه سال میبینی حاجی اصلا من دارم همه رو سود میدم، از اون 30 یورو 15 یوروش سود 15 یوروش داره از اون 1000 یورو کم میشه. خب چند سال باید طول بکشه که اون اتفاق بیفته؟ اینجاست که شما باید این رو یادتون باشه و متوجه این قضیه بشید. خواهش میکنم متوجه این داستان بشید که اگر کردیتی رو از این برداشت کردید مدیریت مالی برای پرداختش داشته باشید. منتظر این نباشید که مسترکارد به شما میگه چقدر باید پرداخت بکنی، حداقل بدید همون حداقل رو پرداخت کنید. 1000 یورو گرفتی، باید تو ذهنت این باشه که مثلا 500 یوروشو این ماه میدم، 500 یوروشو اون ماه میدم و تمام، صفر میشه. اما اگر این کارو نکنید میافتید توی دام مسترکارد و دام مسترکارد اینجوریه، شما تا آخر عمرتون مقروض میشید و یه جایی که میخواید کارهای بزرگتری رو انجام بدید میبینید کلی زیر قرض هستید، 6000 یورو مثلا زیر قرض هستید و جون ندارید، قدرت مالی ندارید که برید یه سری کارهای دیگر انجام بدید. این تپه پرتابی ها. برقرار باشید بچه ها. دیگه من حرف کوتاه میکنم. از طریق لینک خود من برید واردش بشید و یه سری سوالا رو من جواب بدم. بذار قطع کنم اینو. و اما سوالاتون در رابطه با مسترکارد توضیح بدم که کسایی که تازه وارد این داستان شدن بدونن. سوال اول، آیا من میتونم پول نقد وارد این کارت بکنم؟ آیا اصلا مثل حساب بانکیه که من پول نقد واردش بکنم؟ باید بهتون بگم نه، این کار رو نمیتونید انجام بدید. چجوری میتونید پول نقدتون رو حالا واردش بکنید؟ شما باید یک حساب، هممون یعنی کسی که تو آلمان هستن اینو دارن دیگه، یک حساب بانکی دارن. باید پول نقدتون رو ابتدا واریز کنید به حساب بانکیتون که حالا اگر پولتون منبع نامشخصی داشته باشه، حالا اشاره نمی‌کنم به دوستانی که رنگ کارشون یه مقدار تیره است، اونو دیگه باید گزارش بدید به بانک که این پول از کجا اومده. مثلا 5000 یورو نقد ریختی تو حسابتون، از کجا اومده؟ اونو باید مراقب این داستان باشید. و این داستان این به این صورته که اگر خواستید پول بهش واریز بکنید، مثلا 1000 یورو رو گرفتید، ماه دیگه میخوام 1000 یورو رو پرداخت بکنم، اولش بعد از یک ماه واسه شما ایمیل میاد، یک ایمیل میاد گزارش میده که آقا شما چه مبلغی از این کارت برداشت کردید که اگر این کارت رو گرفتید باید حتما ازش استفاده کنید که این 80 یورو رو بگیرید. بعد حالا هر مبلغی که کردید، 5 یورو 10 یورو 100 یورو، بعد از یک ماه واسه شما این 5 یورو 10 یورو 100 یورو تو ایمیلتون میادش که اینقدر پرداخت کردید از کارتتون و یک شماره حساب بانکی مخصوص خودتون رو، شخصی برای خودتون رو بهتون میده که اون شماره حسابیه که هر پولی از هر بانکی پرداخت بکنید واریز میشه به حساب مسترکارتتون. حالا میپرسید آیا رفیقم میتونه از حساب شخصی خودش برای من پول بزنه توی کارتم؟ بعضی وقتا میشه، بعضی وقتا نمیشه. توی سایتش نوشته شده که فقط باید خود شخص از حساب هایی که به نام خود شخص هستش پول واریز بکنه به مسترکارت، اون شماره کارتی که تو ایمیلتون میادش. این هم سوال دوم. بریم سوال بعد. سوال میپرسن اگر پول نقد بخوایم ازش بگیریم آیا از ما سود میگیره؟ بله، باید بهتون بگم شما
هفته‌ای 1000 یورو مجاز هستید ازش پول برداشت بکنید. نقد که توصیه میکنم از فولکس بانک برداشت بکنید اگر تو آلمان هستید. فولکس بانک کارمزد نداره، اما بقیه بانک ها از شما کارمزد میگیرن اگر بخوای پول بگیرید 1000 یورو از مسترکارت گیبورن فرای. و از همون لحظه هم سودش حساب میشه. پول نقدتون از همون لحظه است. مثل این نیست، مثل خریدتون نیستش که 7 هفته بعد بتونید انجام بدید. اما خب 6000 یورو رو میتونید خرید بکنید کامل، به صورت کامل میتونید خرید آنلاین بکنید، ولی پول نقد 1000 یورو هفته ای. اینم یادتون باشه.